این участки انتخاباتی رقم 19 جماعت زرزمین ناحیه باباجان غفورов میباشد. در участки انتخاباتی 2834 نفر انتخاب کننده به قید گرفته شده است. 7 نفر اعضا در اینجا برای در سطح بلند گذراندن انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فعالیت نموده ایستادند. اعضای участки انتخاباتی رقم 19 برای به قیدگیری شماره انتخاب کنندگان اهمیت جدی میدهند. نفرانی که بار اول آواز میدهند 46 نفر را تشکیل میکنند. شهروندانی که در مهاجرت مهنتی هستند 170 نفرند. از شماره عمومی انتخاب کنندگان این участки انتخاباتی 2449 نفرشان را ازبک زبانان، 46 نفر تاجیک، قرغیز 4 نفر، 1 نفر را قزاق تشکیل میدهند. خانه مادر و کودک برای همون روز تیار همه چیز رو تیار کرده ماندیم. خانه یاری طبی اولین هم موادش که تیار کرده جا به جا گذاشتیم. در участки انتخاباتی رقم 18 نیز آمادگی با مرام جریان دارد. در اینجا برای در سطح بلند گذاشتن معرکه مهم سیاسی تمام تدبیرها اندیشیده شده است. پیش از همه ورقه های تبلیغاتی ترتیب داده ماهیت اشتراک در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را به همه فهمانیده ایستادند. حدود участк‌های محله‌های نوروز، جوغل، تاجیکستان و جامبول. تعداد انتخاب کنندگان 2908 نفر. این زنها 1474 نفر. بار اول انتخاب کنندگان 55 نفر. در مهاجرت مهنت 169 نفر. انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اساس پرینسیپ های مقرر گردیده دایر می‌گردد، یعنی حقوق عمومی انتخابات، آوازدهی بی‌واسطه، اشتراک برابر، آوازدهی پنهانی، آزاد و اختیاری بودن انتخابات از جمله آنهاست. اینچنین از روی معیارهای مقرر گشته شهروندی که از طرف سود غیر قابل عمل دانسته یا موافق حکم سود جزای محروم شدن از آزادی را ادا می‌کند، حقوق در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اشتراک کردن را ندارد. برای تشکیل و گذراندن انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان، کمیسیون حفظ انتخابات و участкه‌های انتخابات از روی مقررات فعالیت برده ایستادند. گروه ترغیبات تشویقاتی از 30 نفر آموزگاران تشکیل کرده. اینا محله‌ها برآمده همین انتخابات نگذارنده ما همین گروه ترغیبات تشویقات که مشغول شده. همین گروه هم رویکرد انتخاب کنندگان نویسندگی. گزارش گل‌حیا کمالزاده و نعیم ایوبов برای برنامه تلویزیونی خبر.